از جایت نجو. کلتکل است. اطرافت احاطه شده است. راهی دیگر نداری. به خوبی تسلیم شو. زود باش. نه این رو هم برای من کرده با واسطه خواهرم مرا به دام افتاندی. بیشرف. آهسته دستانت را با پشت سرت گذار. رویت را به طرف ما گردان. کلتکل است برادر. کاری تو تمام. الکی به آخری بازی رسیده. حتی مرگ تو رو از ما خلاص کردن نمیتواند. سردارم رنگ کینا گفتم ها؟ یک چیز رو پرسم. کلتکلس شمیه سردار؟ لوینت سفسطه نگوی. البته کلتکلس است. یگان کس را جستجو داره کمیسر. یاردم دیم. ای سردارم تقدیر بینیده ما دیگر آدم رو دستگیر کردیم. این زاغیسی از کو؟ ای بیاق سفسطه نگوی. یا خدایا در وقت عملیات سرم را ویران کردی. کلتکلس آهسته نقابت را برآورده به ما تسلیم شو. با این حیلت از ما خلاصی نداری. چه خیل حیله سردارم. کدام کلتکل است؟ نام من زاغسیا. چه خیل زاغسیا؟ کلتکلس هستی. تسلیم شو. از من چی میخواهد؟ من یگان گناه ندارم. زاغسیا هستم. مردک باره میگه که زاغسیا هستم. همین زاغسیا هست. لوین بی عقلانه گپ نزن. زاغسیا کلتکلس است. زاغسیا نیست. سردارم یک انسان در یک وقت در دو جا بوده میتواند. من 100% گارانتی میتونم که همین زاغسیا است. کلتکلس خواهرش رو میجوید. با نقاب پیش و گجا میآید. یک بو فکر کنید نخو آدمی خب بی عقل شد. فقیر تمام بکشن دیگه گپ نمیزنم. لیکن شما تمام عمرتون رو در همین ساحه گذراندید. سردارم میگن که هر چند دانا باشی یک بار از آدمی نادان بپرس. نخواه اینقدر توپای باشیده. تو با کی گپ زدی ساده بی عقل؟ با شما. زاغسیا خواهر زنتون نجات داد. همین میدونیم که کلتکلس گناهگار است، اما گناهگار بودن زاغسیا را ما نمیدونیم که آخر آدم نقاب پوشیده است گفته. لوینت گپ زیاد نمیکنیم. بازی ما از خودش میپرسیم که او زاغسیا است یا کلتکلس. همین طور کارمون آسان میشود. باز یک دقیقه است. ای برادر. سردار همین نامبر دینه کی؟ لوینت آدم برآمده ایستاده است. اینجا بیایید. زود او را دستگیر کنید. آن در آنجاست. نپرانید. و دوال براید. اطرافش را احاطه کنید. کلتکلس را زنده میخوام. سردارم بگذار گپ شما راست باشد. این کلتکلس است. اما زاغسیاش کیست؟ تو با کی بحث کردی ساده ای؟ زود او را دستگیر کن. برا. بچه استاد پالتو را من سعادت خریدم. یگان کار از دستت نمی آید. این دیگه خلچبیک بوده. گم شو به بالا برا. از جایت نجوم. کلتکلس به طرف ما گرد. کلتکلس این نقابدار مثل خرگوش میگرزی ها؟ عاقبت به دام افتادی. من کلتکلس نیستم. زاغسیا هم. ای برادر ما هم میدونم که شما کلتکلس نیستی. ادام سردارم را باید گوش کنم. به امرش باید اطاعت کنم. آخه نقابت را برای تو مفهمیم که کلتکلس هست یا زاغسیا. بکش همون چولکی را سردار همین سردار ببینه باور بکنه. ای سفسطه گوی رو بس کن. پری تو هم پر. سردارم در وقت درس تربیت جسمانی فقط 5 میگرفتم. لیکن 5 پولکی بود. پریدن نمیپرم نه که سلیم بشویم. ادام شو. درس تربیت جسمانی رو منو پر. سردارم اگر بپرم بمرم پدر میکشم بخدا. من اون آدم رو دستگیر کنم بعد میدونم با تو چی کن. نیستو ینگه هلی بیمه میشاد بخدا. این روزی را بیک مرا حمایت کن. سردارم
سردارم خدا جایت رو جنت گرداند. سردارم نابودی خودت ینگه حالی هفشید. یاریه لوین یاردم ده. سردارم زنده شما رو لوین حاضر نجات بگرد. یا بسم الله. اوف لوین خدا جزایت را دهد. سردارم من شما رو از پایت قبیلم که باز نفتید، شما هم نامردی نکنید، باز سردید. لا اله الا الله. کلتکیلاس. حالا هم کلتکیلاس میگه. من زاغی سیاه. دستم را سرده. اگر سردی هم میافتی. سر ندید کلاس جان. از آنی که تو مرا نجات میدید مردنم بهتر است. دستم را سرده. این آدم شما را چیکار کرد؟ مالش این مسئله شما و من چی؟ این رابین حالا هم حیله میکند. کلتکیلاس هستی آکر. دستم را سرده. سردارم فکر خودت رو نکن، از ما رو بکن. آخر ما وسیله نقشای زیاد داریم. اکای زاغی سیاه بردارش. چشم دهانت را پوش. خب کنه ده. حاضر وقت گپ زدن است. فکرهایم رو پراکنده کردی. نجوم که سرت رو پاره میکنم. تو همه قدر آدمگری داری کرنمک. سردارم چیکار میکنید؟ این مردک حیاتی ما رو نجات داد. دمت را گیر. این مسئله من است. زود نقابت را کش. باز یکم کار دیگر نکنی که. زود کش. نجوم بر. سردارتون رو میپرونم. چی ایستاده؟ پرانه دورا. پرانه دورا نیستید. نه پرانه. سردارم رو میکشن. میرزاوطن سلاحت رو فرار. دمت را گیر. او را پرانه. او را نپرانه. سلاحت رو فراره. نمیبینید عصبای سردار وحیران شدن. سلاحت رو فراره. سلاحایتون رو فراره. نباشه سردارتون رو میپرونم. من شوخی نمیکنم. او را پرانه. چی ایستاده؟ رفیقان نپرانه. مرا گوش کنید. لوین فرمان ندید. کلاس کجا شد؟ شما خواطر نشوید. من او را دستگیر میکنم. لوین تو را پاره میکنم. در جهت نیست زاغی سیاه. از جهت نجو. از دست لوین دیوانه خلاص نمیشوی. چشتا بردار. یک ده خبر. سردارم خبری خوش. زاغی سیاه را دستگیر کردیم در پشت کاروان. زاغی سیاه نیست. وای کلتکیلاس. سردارم شما اگر دروغم گوید حق هستید. کلتکیلاس. باز نگوریزد. من زود میایم. چهار چشمانات رو چهار کشا. خواطر نشید سردارم. پنجم شام میکشم. گوش کن دوستم. تو یک آدم خوب هستی. مانندی سردارت آدم بیفهم نیستی که بچه سخالات از سنجیده گپ زن. مالش. اما تو یک آدم با فهم هستی. بیا بحث نمیکنیم. سردارت این راحت تو نمیداند. گوش کن. من با تو همه حادثه ها رو میفهمونم. پیش از با اینجا آمدن یک کس به من زنگ زده گفت که با یک کس یاردم لازم بود است. احتمال کلان است که او کلتکیلاس بود. یعنی هیچ خیلی که معلوم است او مرا بدام افتاند. من کلتکیلاس نیستم. زاغی سیاهم. نجوم اگر یک قدم دیگر زنی تو را پارا میکنم. گوش کن. با یک شخصی که مقصدش به همه انسان ها یاردم دادن است تو او را نمیبخشی. پیشتر چه خیلی گفتی من چه خیلی آدم هستم؟ تو در اصل آدمی خوب هستی، اما برای این را فهمیدن وقت در کار. نه، برای این را فهمیدن وقت در کار نیست. اما بین شخصی که حیاتی تو را نجات داد حیاتش را سیاه نمیکنی برادرم. یک فکر کن. راست میگوی آخر. تو حیاتی من را نجات دادی. من هم باید یکم فکر کنم. تو رو سر میدیم زاغی سیاه، اما یک بار دیگر از پیش من نبرا. حالا بیرم نابود شم. زود برادر یک شدیم.
До свидания, зоғи сиёҳ. калтакелас куҷо шуд? сардорам, калтакелас гурехтӣ, аммо каме дигар мон. ӯ дигар роҳи гурез надорад. дастгир кардани ӯ диккараду шуд. амақи девона. чорчашма, ту ин қадар гапро аз куҷо меёбӣ? ту магар аз модарат чаппа таваллуд шудаӣ? аҳмақи девона гурехтан рафт кид бефаҳм. این کلتکلز نید زاغی سیاه است. کیست نمیدانم. دیوانه وقتی تو بر این دیوانه همراه ما باشد البته ما او رو از دست میدیم. سردارم در پیش بچه ها بسیار داد نزن. ای بای روید او را دستگیر کنید. زود باشه. ای دستی خودش خوب نمیه و دیگر را داد میزنه. ای بچه تو چی گفتی؟ در بیابانه نمخت. چی شد خواهر از رو دیدی؟ نه ندیدم. اون زنده بودنم رو میدوند. او ما رو بادام افتاد نبود. با خدا بگو خواهرم رو استفاده برده ما رو بادام افتاد نبود. آف به شرفه. برای این خواهرت رو استفاده برده است نه؟ مایلش خیلی دیگر انسان میبود دیگر گرد نخواد باجهش رو استفاده برد. باجه نگوی شوکت. به همین هم عصبم بیرون است. قیس انگلیس بگو شوکت. لیکن به هر حال میگویی خواهرت رو یافتن برادر؟ نمیدونم شوکت. باور کن نمیدونم برادر. اما برای این رو فهمیدن همه چیزم رو میدیم. همه چیزم رو. ای نفهمیدیم ده. کاش که من همه اومدم برادر. باز اونها زنده بودن تو رو فهمیده. سوختیم برادر سوختیم در حقیقت. نه نقاب زاغ سیاه رو پوشیده بودم مرا نشناخت لیکن بسیار شبهه کرد. مرا گوش کن یک چند روز تو خودت رو نشان نده او باز از قفوی ما میشود. گپ نیست برادر. خورد و خوراک رو بیار از همینجا یگان جا نمیبرایم. نه زهرا چرا داد میزنی تو سیلینا؟ پشت در کجاست؟ فکر اون زاغی سیاه رو داریم؟ نه چه ها میگوی تو؟ مگر من دوستی از همه نزدیکم رو نمیشناسم. معلوم است که در باره آدم نقابدار فکر داری. بسیار معلوم است. زهرا من با تو چی کار میکنم؟ سیلین چی کار کنم آخر از خاطر برآوردن نمیتوانم. آدم ها میگویند که در بینمون رعد و برق شده است. بسیار خنده آور بود برایم. حالم را بین. به حال خنده آور گرفتار شدم. با آدمی که هیچگاه ندیده بودمش در بینمون اونقدر پیوستگی وجود دارد که آن آدم کی باشد؟ خیر دانستی چی کار میکنی؟ خودت رو گم کرده ای به خودو. سیلی یکی در حقیقت دوستش دارم چی؟ زهرا سفسطه نگویی چه علاقه دارد؟ شاید او رو دیگر نمیبینی. خدای توبه. زهرایم را چرا میزنی گفته است. از دوستان نخری پرسیده است. زهرایم را گفته است. زهرایم را کی بود است؟ کی؟ تو را از کجا میشناسد؟ روز بخیر عزیزم. روز بخیر سیلی. کی است تو؟ من هم از تو همین را پرسیدن میخواستم. به خدا من نمیدونم زهرا. یعنی در این باره فکر نکن. ساخته هم باشه تو با داملو اویله‌دار میشوی. عقلت رو کار فرمان. چی کار کنم سیلین؟ این کار در دستی من نیست گفته ایستادم. خیر میلش یکی در حقیقت عاشق شوم با یک آدمی که او رو نمیشناسم. اویله‌دار هم میشوم. ساخته هم باشد آخر داملو زیر شوهرم میشود. بعد چی کار میکنم؟ شوهر دارم گفته عشقم رو در دلم پنهان کنم. میلش برای بابیم پنهان میکنم. طاقت میکنم مشکل نیست. اما بعد این بازی بسیار تر مشکل نمیشود مگر؟ ای بس از زهرا. حالم بد شده ایستاده است. یعنی بعد اونی که تو به زاغی سیاه دل بستی تو بسیار تغییر یافتی. زهرا جان گوش کن. عقلت رو خوب کار فرمان. توبه زاغی سیاه بوده است. زاغی سیاه هست آخر. ملیس دخترم
امروز یگان نقشه داری؟ رفته گلها رو بینم یگان گل میخرم. آفرین دخترم آفرین. گلها رو بین، سیر و گشت کن، بعد آمده در خانه بشین مانند دختران تیاره خور. ای مادر جان چی کار کنم؟ در کوچه ها گردم؟ نه عزیزم در کوچه ها نگرد، همه وقت در خانه بشین. بعد گریه کرده میشینی در خانه موندم گفته. ای مادر دروغ است مگر؟ گوش کن یا در خانه میمونی یا اینکه به مانند زهرا یگان دامولای ناموافق را یافته تو رو هم خانه دار میکنم دخترم. تولین به جا با دختر سر کار نگیر. سر و کار نمیگرفتم. چه خیلی آدمی ناموافق بوده است دامولازیا؟ چه خیلی موافق است پدر جان؟ یک آدمی ناموافق است. تو دعا و طلب کن که خداوند به ملیس مانند دامولا یک شوهر خوب نصیب کند. ای خدا نشانه دهد. ای مادر جان چی کار میکنید؟ گوشم رو کندیده؟ گوش کنید، دیگر درباره دامولازیا یگان گپی منفی شنیدن نمیخواهم. دامولازیا شوهر شونده زهرا و داماد یگانه من است. این را قبول کنید. البته پدر جان، با شما چه خیلی که معقول باشد. زهرا قسمتش را یافت، خدا نصیب کند. اگر تو به این کار دست نزنی خدا نصیب میکند، غم نخور. چی دست زنم پدر جان؟ خواسته زهرا خودش حقیقت تلخ است. امیدوارم که نکاح به خوبی انجام یابد. از این لحظه اعتباراً به آیله دار شدن زهرا و دامولازیا هیچ کس مانع شدن نمیتواند. سر عشق از سر مرگ بزرگتر است. من در چشم آنها سر این عشق را دیدم. بابا جون عزیزم، دخترم اکنون این کارا دور و دراز نکنید. نمیدانم چی کار میکنید نمیکنید. این کارا زود حل کنید اکنون. خوب راست میگویید بابا جون. راست میگویید میگویید و چرا یگان کار نمیکنید؟ این را نمیفهمم. این کار دور و دراز دوام کرد. من با دامولازیا صحبت کردن میخواهم. مرا نگاه کن زهرا، یا اینکه دامولازیات را دوانده ایستاده است. نه بابا جان، مگر این خیل میشود؟ چرا میدوانده است؟ من هم در اصل از دامولازیا این کارها انتظار میستم. پس چرا این خیل شده ایستاده است؟ یا که تو به او وزینی کرده ایستاده؟ نه بابا جان، نه. آن زمان چرا اینقدر دیر دوام کرد؟ بابا جان، در اصل زهرا بسیار میخواهد که هر چیز زودتر این خرسندی آغاز شود. لباس عروسیش رو هم تیار کرده است. خرسندی زود سر شود. بخواستن میخواهد و تیاریتان معلوم نیست. بابا جان، میدونید که خودتان اول حادثه چقدر بعد ربوده شدنی من، چون این حادثه ها رو خدا از پی این کارها شدیم توی فراموش شد. گپ نیست، من گپایم را گفتم. امروز من میمان خانه را خالی میکنم. اکنون با خواست خودتان آرایش میدهید. میمان خانه؟ ها؟ فکر کردم که بعد توی در آنجا زندگی میکنید. فروخ، چندین سال ها ما برای مهمان خانه با او گپ زدیم. اما بینه به زهرا میدهد. تمام عزیزم، حالا جای کم نیست. بعد گپ میزنیم. بعد گپ میزنیم. از تقدیمات نوزیم رکردز با افتخار 25مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در طربخانه 1001 شب با تشبث هنرمند جوان زبیدالله سیدشاه برنامه فرهنگی تحت عنوان مهر پدر برگزار می‌گردد. چورابینی فرهنگی با اشتراک صداهای استرادای تاجیک، سنگالی میرزا، صادق خو، زیادین نورزاد، زفر ایوبی، حبیبه دولتова، روزی بک فیضلی، مسلمه قادرова، قربان علی شریفزاد، فیروزه حفیظова، شهریار دولتов، هنگامه عبدالسلام، نعیم جانی سیدعلی، عزیزه،
муниси иброҳим, манижаи сабо, хайриддини шариф, аниса, сиёвуш, шаҳзоди даврон, насими саидзод ва дигарон баргузор мегардад. танҳо як рӯз ва танҳо дар тарабхонаи 1001 шаб 20 июл соати 19. 1001 шаб, меҳри падар. намак лабашев, гӯш кун. он зан шавандаи домуло зиё зуҳра хонум чӣ кор мекунад? куҷо меравад медонӣ? челе ки ман медонам оришгари дохили хона аст, як офис ҳам дорад. яъне медонӣ? о зургу бачахони шумо чағатай буд ку ба хориҷа гурехт. як вақто бо зуҳро ҳамкорӣ мекардааст. чиҳо мегӯӣ ту? ин хел бошад, ба зиёрати хонум зуҳро меравем. шояд ки ягон кореро анҷом диҳем. агар корамон омад кунад хеле хуб ака бахту аҷоиб одаме шумо. зуҳроро дар сартон мезанӣ? эй намак, ту чӣ ин қадар бефаҳмӣ ҳа? як ақлатро кор фармоӣ ки барои чӣ ӯ лозим аст? эй бефаҳм, мо аз қафои кӣ ҳастем а? зоғи сиёҳ? зоғи сиёҳ. зоғи сиёҳ чӣ ҷоҳи сустӣ дорад ҳа? зуҳро. пас агар ба хонум зуҳро наздик шавем, ба зоғи сиёҳ наздик мешавем ё намешавем? бале, дуруст аст. офарин писари бефаҳм, офарин. зуд рафта тайёрӣ бин, ба зиёрати хонум зуҳро меравем. туфулиёто набушу. зуд. инамик пеш аз мурдани ман одам шавад хуб аст. ҳазрат, да куҷо мегардед? ба хайр аст оғои халил. фотиҳа ё никоҳ? не домлоҷон, тӯи суннатӣ аст. чучулбурия. ба тӯи суннатӣ даъват мекунӣ? ҳаминаш намерасид. ман киву тӯи суннатӣ чӣ ё худоё? акнун чӣ кор кунам? ҳиҷрӣ дар инҷост? не, намедонам домло. чаро мепурсед? не, ҳеҷ чизе не. ҳиҷрӣ мебуд бисёр хуб мешуд. домало хонаамон наздик аст. марҳамат. агар наздик бошад мушкилӣ нест, меравем. инро бин, қиёмат ба сарам омаде. خانم زیبا، مرحمت کنید گل. مثل این گل پاک و به آلایش بودید خانم. در بوی دوخیت آب و ادا شدم عزیز دل. سمی مثل صدبرگ یاسمان. لاله باز چی؟ بمانند همان گل‌های میباشی که در درون خانه، در درون کتیان. راست سمی؟ هیچ عوض نشده ای؟ تو هم همین خیلی دختر. ناگهان تو از کجا بر اومدی؟ ای وای، بابایم بیمار است، برای همین اومدی؟ بله، شنیدم و دویده آمدم. دلم ناراحت شد. بیا رفتیم، به خانه داریم. بیا رفتیم. عزیزم دستت درد رو نمیارزد، با اشتیایتون. اوف سلیم، بابایم در مسئله توی جدی است. در حقیقت این رو فهمیده گیر زورو جون. تو این خیل شدنش رو میدونستی. این رو فراموش نکن که با دامولوزیو برای فوتیه ساختن برای ازدواج ساخته مصلحت کرده بودی. میدونم سلین جان، فراموش نکردم. فوتیه و نیکاه گفته فکر کردم که اصل این مشکل میبریم.
دلم از همه این بازی ها ایسا ایسا مونده شده ایستاده است. زورو جان اگر خواهی از این کار دست کشیم چی میگوی تو؟ سفسته نگوی سلین. اومدی گپ رو گفتم. هیچ گپ نی. بعد از زیده شدنم این کارها بسیار هم مشکل شده است. شریکی ها با چقدر هم از بین رفت. باید به خودمان یکم شریک نو جستجو کنیم. راست میگویی زورو، هرچی زودتر باید به این کار دست زنیم. амаки акрам чун шунидам ки бемор шудаед зуд ба зиёрати шумо омадам. дар ин дунё ба ғайр аз шумо ҳеҷ кас надорам. охир амаки акрам саломат бош писарам. саломат. маро хурсанд кардед. чаро ба ман хабар надодед? самиҷон, шукри худо ҳама чизҳои лозимаро барои падарамон кардем. яъне ба ту занг зада туро ғамгин карда нахостем. ай самиҷон, он қадар корборатро партофта чаро ба ин ҷо омадӣ? яъне ин чӣ хел гап? вақте ки амаки акрам бемор аст, ман дар он ҷо чӣ хел истам? дар ин дунё ягона пуштибони ман кист? кани гӯяд аз барои худо. ман ҳис кардам амаки акрам, ман шуморо якчанд маротиба дар хобам дидам. хел накун. маро ҳам мегирёнӣ. накун. ба ман диҳед. ташаккури зиёд. гиред амакҷон, гиред. офарин. чӣ хел писари бо эҳтиром, бо виқор аст? ташаккур. саломат бошед. кани гапзан, то ин вақт чӣ кор кардӣ? вақт зиёд шуд ки занг зада аз ҳолам напурсидӣ. ба худо ки рост мегӯед. рост аст, маро бубахшед. лекин шумо маро медонед. вақте ки гап дар бораи кор меравад намедонам агар. ман ҳам замони шифтаи кор будам. бовар кунед, ҳама вақт шумо дар ёдам будед. самиҷон, ту кай омадӣ? чӣ қадар шуд ки ту дар ин ҷоӣ? ман ҳамин саҳар омадам ва давон ба зиёрати амаки акрамам омадам. бисёр миннат дорам. ташаккури зиёд. ҳатто фурсат наёфтам ки либосҳоямро дар меҳмонхона бизорам. чӣ хел меҳмонхона? ту ин ҷо меояву ман туро ба меҳмонхона равон мекардам? ин намешавад. не раҳмат, дар ҳақиқат дар ин ҷо якчанд рӯз бо мо мемонӣ. меҳмонхона намешавад. дар ин ҷо мемонӣ. тамом. охир ин ҷо ҳам хонаи туст. не раҳмати калон амак. самиҷон, дар ин ҷо як хонаи калон мондагӣ. меҳмонхонаро чӣ кор мекунӣ? ва туро ҳам ёд кардем. ҳамин хел не мелис? бале ёд кардем. ташаккури зиёд. ман намехоҳам ки ба шумо вазини биёрам. ман пешакӣ дар меҳмонхона ҷой гирифтам. чӣ хел вазини писарам? як хонаи калон ба ҳамаамон басӣ мекунад. ба меҳмонхона намеравӣ писарам. тамом. охир боз мегӯям, шунидан намехоҳам. ту дар ин ҷо меҳмонӣ, рад накун. тамом. ман чӣ хел гапи шуморо рад кунам амак? ташаккури зиёд. дар ҳақиқат баъди солҳои тӯлонӣ шумо боз ба ман меҳрубонӣ кардед. ман ҳам ваъда медиҳам ки то сеҳат шудани амаки акрам ба ҳеҷ куҷо намеравам. ҳалолат буд. принсесса дар куҷост? зӯроро мепурсӣ? ҳеҷ напурс самиҷон. ба сарамон чӣ фалокатҳо омад. зӯҳроро фотиҳа кардем. бо кӣ? ба одами бегона нафтем. бо домулои маҳалла. бо домулои маҳалла? ин чӣ хел? кадом домуло? домулои масҷид. шӯхӣ мекунед? не, шояд нодуруст фаҳмидед. зӯҳроро мепурсам. дуруст. модарам ҳам ҳаминро мегӯяд. мо ҳам намедонем гирья кунем, ханда кунем. чӣ хел шудани ин корро нафаҳмидем. амаки акрам, инҳо чӣ мегӯяд? сами, аз ту як чиз мепурсам. ба ту бемор будани маро кӣ гуфт? чӣ гуфта буд? зӯҳро бо домулои масҷид. ман нафаҳмидам. бас бисёр аҷиб. аҷиб. ин чӣ хел мешавад домуло? ин одаморо бина. ина домуло ҷо, ина миҷай. ҳамаи маҳалла меояд. ду дег ош задем. хуш бошед. ба роҳат бошед. дар ин вақт магар тӯи суннатӣ мешавад. вақти дарс тӯи суннатӣ дар вақти таътил мешавад. ба дарс нарафтан гуноҳ аст. кӯдакои маҳаллаи мо чун тез дароз мешавад.
گفتیم به همین سبکی دستشان حلال کنیم. چرا اینقدر سررسی ماید؟ کلان کشید میبریم. سر میکنه دوملا. چی رو؟ دعاخانی رو. هجری کجاست؟ نمیدونم. من یک کودکان رو بینم با آنها صحبت کنم بعد دعاخانی میکنیم. مرحمت دوملا. مرحمت. السلام علیکم. سلام سرانم. مرا با کودکان تنها میگذاشته. معلوم این کار مشکل است. از آنها کمی ترس رو گم کنم. شما با بیرون برایید. مایل است دوملا. سر میکنم. دوملا آمد. چطورمان را میبرم. بسیار درد میکند. چطور ما را یکون بار میبرم. از کجا میدانه؟ اوف من میترسم کاش که دختر میشدم. بیایم نگریزیم. با کجا میگریزیم؟ یکم جای گریز نیست. راست میگید پسرانم. شما را احاطه کردن میترسید؟ البته که میترسید. وقتی که در خوردی مرا هم بریدن بسیار ترسیده بودم. باز بسیار درد میکند. بعد از سنتی شدن شلوار میپوشی. همه دخترها با تو میخندن. عروس میخنده. البته کسی جانش رو دوست میدارد گریزد بچه ها. من حالا هم دردش رو فراموش نکردم. بعضی وقت با یادم اگر بیاید از جایم پریده میخیزم. دوملا اشمورم بریدم. بچه ها چی حالا هم ایستاده اید؟ من با جای شما میبودم یک دقیقه نمی ایستادم. زود از اینجا گریزید. گوش کنید باز نگوید که من گفتم. ایلش کنی گریزید. این به ناموس ها را بین بگفتی من هم اینو از اینجا گریختنی بودم. گم شوید. با کودکان گپ زدم. صاحب توی شمایید؟ منم. خواطر نشوید. کمی ترسیده شده بودند اما گپ زدم خب کردند. حاضر مانند پیشینه دردناک نیست. یعنی تیپ پیشرفته است. یعنی خوبند. یعنی تیارند. دوملا مرحمت یک دعا میخونده. ها دعا خونه. هجری در اینجا نیست مگر؟ اینه دوملا. نه. اکنون خدا تا بچه ها چه خیل گریختن. آنها چه خیل گریختن. بچه ها در کجا شما؟ یا خدایا در کجا باشند؟ استاد هجری تو در کجا میگردی؟ استاد یک سوال چند روشید که در دلم است. استاد بسیار میخوام که اون سوال را شما پرسم. یک لحظه استاد من با تو سوال دارم. مرحمت پرسید. تو دعا خوانده میتوانی؟ بله استاد. گوش کن در کجا میگردی؟ من ببین از پشت تو بچه ها گریختن. راه درون خانه رو برای دعا خانه تیار کن. مایلش این بچه ها گریختن. من یک بینم کنی خواطر شدم. ثواب این کودکان را میگیری. اما استاد شما پروا نکنید حال میکنید. بچه ها هجری چوکه دیست؟ هیچ چیز کودک ها گرفتن بخی بکشم. بله شما گفتن گردکه خلیل استاد مرا گفت که دعا خونه من دعا میخوام. مرحمت. خانم زورو به نزدتون یک مهمون آمده است. کی بوده است؟ نمیدونم. میخواهد با شما همکاری کند. گوی درویت. مایلش. مرحمت. تشکری زیاد. شما با کدوم روی به اینجا می آیده؟ خانم زهرا شما شخصانی که برای کار به نزدتون میآیند همین خیل پیشواز میگیرید. این خیل نمیشود؟ با شما واخوری در برای کار؟ در حال اینجا رو ترک کنید. در حال. خانم زهرا من تنها برای کار به اینجا آمدم و هم در این کار به حیثیت دادن نشوید عزیزم. آیا شما چه گفتنتان رو میدانید؟ ها؟ شخصی که مرا دزدیده است با شما کار کرده است. حالا باشد مانند آنی که هیچ چیز نشده است با من میخواهید که درباره کار گپ زنید. شما راست میگوید کمی نافهمی سر زد. چنگیز گرچند آدمی من باشد لیکن از روی قانون جزایش رو گرفته به حبس رفتید. من حالا رفته به سری وای پراندن نمیتوانم. آخر راستی به شما دیگر باور ندارم. وقتی عذر پرسیدنتان هم تهدید کرده ایستادید.
توبه یا خدا، من شخصی که به فاتح شده داملا زیا بر این انسان محترم را تهدید میکند زندگیش را برباد میدیم. البته برای همین به داملا زیا در بین محله سلاح دراز کردید ها؟ این خیل نکنید خانم زهرا، من بعضی مشکلی ها دارم، یعنی کمی ناراحتم. میدانید من برای آن کار عذر پرسیدم. ما با داملا زیا یگان مشکلی نداریم، او مرا حرمت میکند، من هم او را، و هم این همکاری ما خواه و ناخواه این خصومت را از بین میبرد. من فقط برای همین آمدم. در بین من و شما چگونه همکاری شده میتواند ها؟ شما معمار هستید خانم زهرا، من باشم باید یکچند انشاءات بنیاد کنم و هم با همسری داملا زیا همکاری کردن برای من افتخار است. اما من با شما همکاری کردن نمیخواهم. نفهمیدم، ببخشید. این خیل باشد من با شما همکاری کردن نمیخواهم. آخران گپتون همین. از شما خواهش میکنم که این را یک بار دیگر فکر کنید لطفاً. خواهش میکنم. این دیوانه است. چی است؟ اکا چی شد؟ آنقدر خوب نگذشت. آخر دختر را دزدیدیم کو گپ نمی شود، لیکن من حل میکنم. ما این کارا نمی پرتایم نمی. گوش کن، اگر نشود من پیشکی میگویم که یگانه شخصی گناهکار آن داملا زیا میباشد. رفته او را سرزنش کن مرانه. روسیا مگر داملا را جنگ میکنند ها؟ تو چه خیل آدم هستی؟ داملا زیا با تو چی کار کرده است که این قدر به او چسبیده ای؟ اکا گوش کن، داملا زیا بسیار آدم حیله‌کار است. باز نگوی که نگفتی. اگر بار دیگر در باره داملا زیا یگان چیز گویی بی زبان میشوی. تشکر. روز بخیر. این دختر کجا شد؟ کدام دختر؟ دختر رفته که؟ نامش چی بود؟ چه نامه که؟ بسیار مانند است. با کی مانند است؟ با عشق اولینم بسیار مانند است. کینای این دیسکی سر شیده که تقدیر مرا با آن دوره میبرد نمیک. تقدیر؟ کدام دوره؟ این چی کار است؟ صحیفه عشق آخر ندارد. نمیک کسی که با من خیانت میکند با اون نشان میدم. در جایم ایستادن نمیتوانم. او دیوانه تیار است. تو کی هستی که با من کار پیشنهاد میکنی ها؟ این چی بی حرمتی است سیلین ها؟ زورا جان بگو چی گفت آخر؟ میدانی چی میگوید او؟ این از روی احترام و حرمتی داملا زیا بوده است. این مگر ممکن است ها؟ عزیزم چرا عصبی میشوی؟ قبول نکردی که فراموش کن. من رود راحت باش. من به بیروگی و عصبی میشوم. بابایم زنگ میزند. آخر این چه خیل میشود؟ لبای بابا جان. زهرا حالا کارهای دارت را پرداخته؟ سیلین را هم گرفته؟ در حال به خانه می آید. به تو یک سورپریز دارم. بابا جان راستی شما مرا خواطر میکنید. سورپریز گفته نمیشود، آمدی خودت میبینی. میلش خیر بابا جان، میایم. تمام بابا جان. میلش بای بای. چی شد؟ در خانه یک سورپریز داشته است. یا خدا چه خیلی سورپریز؟ نمیدونم.
لیکن با بیایم سورپریز که گوید انیق سورپریزی هست. میدونی آخرون سورپریز گفتنش رسمی مادرم رو آورده بود. ای خدا جان چی باشد؟ چه خیلی سورپریز باشد؟ رویم میبینیم با چشمانمون که سورپریز چیست. در اصل شما یک کس شدن میتوانید. گپ زنید، شرم ندارید. گپ نمیزنید؟ من میدونم چه خیلی شما را به گپ درارم. شما رو نابود میسازم. جواب دهید احمقا. جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید، جواب دهید. نه چی کار میکنی به خدای؟ بله بینتی دیوانم شدم ها؟ نه حالم خوب نیست، هیچ خوب نیستم. این دیوانه سهر نامد. چرا خواطر شوم که از پیکار خودت شو؟ پسر از خفای کاری خودت شو. شیف ممکنه؟ باز آواز لوند رو شنیدم. نه حالم خوب نیست، حالم خوب نیست. ای خدا این درد از من سردارم. دیوانه تو در اینجا چی کار میکنی؟ چرا به آواز میداره؟ چارچش نه سردارم چه خیلی به آواز؟ من آوازو دا بودم کن. سردارم جین دارین خود به خود گپ میزنه؟ کی خود به خودش گپ میزند؟ سردارم شما ما رو خودتون نفهمید، لیکن پیشگاه دنبالا رفته خودتون رو دعا کنید. اگر با دوست کمو نظر افکنیم فکر شما حالا هم در باره زوغسیا و کلتکیلس است. فکر میکنید که آنها یک آدم هستند، لیکن خواطر نشوید. من در این باره به شما کمک میکنم. اگر ما به نوشته های شما نظر کنیم از این بر میآید که سردار زوغسیا و کلتکیلس جوره های جانی هستند. بله همین طور است. خلاص گپی که اکای کلتکیلس زوغسیا رو با آنجا برای حل کردن کارش فرستاد. چی یعنی تو همچون یک پلیس در رفت خانه شدی؟ با خدا آفرین. کلتکیلس این آدم را به اینجا چی خیل فرستاد هیچ نپرس. اما در اینجا سردارم در تگی دیگچه‌ای است. شوکت رو فراموش کردید سردارم؟ خوش چرا؟ چون که شوکت یگانه دوست جانی کلتکیلس است. میگوید که دوست آن باشد که گیرد دستی دوست. نمیره خودت میتونی سفسطه نگوی لوین. سردارم با فکر من زاغسیا رو هم شوکت یافت. شوکت فکر نمیکنم. سردارم به خاطر اثبات کردن این کار از شما خواهش میکنم اجازه ده شوکت رو تعقیب کن. مایلش لوین تعقیب کن، اما احتیاط نما که خودت رو به او معلوم نکنی. گوش کن، حاله نمیداند که کلتکیلس رو جستجو دارم. اگر فهمد از من جدا میشه. خاطر نشه سردارم، در این باره سر میدیم و سیر نمیدیم. عزیزم تو خولی؟ البته عزیزم، خوش آمدی. خوش باشید. سازی لوه؟ خوبم یگه، شما خوب هستید. من یک بیرون برایم. شما در اینجا چی کاری که میکنید توکل تو بر خدا. جونکم مرحمت شین. بخیر است عزیزم؟ بخرید کنی بر اومدی؟ نه با نزد دکتر باید رویم گفتم. عزیزم تو این وقت همه طبابت رو سنجیدیم. حامله دار نمیشه و بسیار غمگین میشه. نه این دیگر طبابت تماما اصول دیگر است. نپناو از اینترنت هم کفت کپ کردم. بسیاری اویله ها توصیه میدهند. مایلش، لیکن با یک شرط به من وعده ده. اگر حامله دار نشوی غمگین نمیشه. مایلش عزیزم وعده میدهم. من تیارم. نباشد رفتیم. همسری عزیزم جونکم بیا رفتیم. زورا جان چقدر که به خونه نزدیک میشویم هیجانم زیاد میشود. قریب رسیدیم، کمی دیگر من صبر کن. عجب و سورپرایز چی باشد؟ به خدا من هم بسیار در هیجان هستم سلیم. خیر میبینی؟ میبینی؟ دگونه جون من. خوب که تو هستی در پهلوی. خوب است که تو هستی در پهلوی من. جونکم این چه خیلی طبابت من هیچ نمیفهمم.
анализ дода баромадем. тамом охир аз рӯи таҳлилҳо чӣ хел табобат карданашонро қарор медиҳанд. натиҷааш кай мебаромадааст? дар давоми 2-3 рӯз мебарояд гуфтанд. майлаш мебинем ҷонам. ҳайвнал мо ҳам соҳиби кӯдак мешавима. маро ба хонаи бобоям мебарӣ? Сами омадааст. оро як бинам. Сами? ҳамон писаре ки дар тӯи мо маст шуда ба Зуҳро таклиф хонадорӣ карда буд? бале, чӣ қадар ноҷо буд. уф. дар ҳақиқат бисёр ноҷо рафтор карда буд. хуб дар он тӯй домод ман буда. лекин писари хуб аст, ман ӯро нағз мебинам. ӯ дар вақти мактабӣ ҳам ба Зуҳро дил баста буд. наход. лекин ба якдигар мувофиқ буданд. ҳале Зуҳро ҳоло бо дигар кас дар фоти аст. ҳа, албатта ки ин хело. коши каме барвақттар меомад. гарчанде ки дер намондааст, ҳоло ҳам никоҳ накардаанд онҳо. ҳале чӣ охир ҷонам? писари медонистагиву мешинохтагиамон чӣ хуб мешуд, мегӯям фақат илова бар ин ҳангоми шиносонидан роҳат мекардем. оё медонӣ ҳоло монанди тулин гап мезанӣ. ман монанди тулин гап задам? сарат кор намекунад унал. сарат кор намекунад. агар ин кори маро бинад хабаркашӣ мекунад. аниқ кор намекунад. модар чӣ кор мекунед? чаро ин либосро баровардӣ? бегоҳ дар вақти шом инро мепӯшем. либоси пӯшидаам чӣ айб дорад? яъне ин ҳам зебову аз куҷо донам? либосе набуд тоза, лекин инро бин, яъне бисёр хуб дар чашм метобад. модар, ин либоси зеборо дар хона чӣ кор мекунам? ба берун намебароям ку? ба оина назар кун. чиро мебинӣ? худамро. лекин ман туро намебинам. ту ин нести, яъне нури чашмонат гум шудаанд. ранги рӯят паридааст. рост мегӯед? дар ҳақиқат нелис ҷон, ту ин нести. бисёр тағйир ёфтӣ, худатро аз даст додӣ. як камак макияж кун, худатро орову тору де. ин либосро пӯш. меҳмон дорем, худамон танҳо нестӣ. рост мегӯед? албатта духтарам. хайр, майлаш набошад. бо ин либос лабсурхунакӣ сурх кунам ё ин ки гулобӣ? сурх. ҷозибадор шав, зебогиятро ошкор нам. ҳеҷ кас чашмашро канда натавонад, хусусан Сами. аммо Сами дар мактаб ба ман он қадар хуб назар намекард. Зуҳроро нағз медид. он давра гузашта рафт. яъне Зуҳро аллакай фотиҳа шудааст. боз Сами дар он давра кӯдак буд. ҳоло бошад одами баркамол. завқҳояшам тағйир ёфтаанд. ҳамин хел? албатта ҳамин хел. гӯш кун, худатро хуб оро деҳ, майлаш? либосатро ҳам пӯш, баъд мебинӣ Сами чашмонашро аст ки канда наметавонад. майлаш. зуд. دختران زیبا خوش آمدید. سمی سلام، خوب هستی؟ جانم این چه سورپرایز زیبا. سلام اپای حله. جانم خوب هستی؟ در کجایی تو؟ این رو بین، حتی زنگ نزده بر آمده است. این رو بینه بعد از سالهای طولانی آمده؟ سالها گذشته اما شما هیچ عوض نشدیده. حالا هم مانندی راهزن‌های ویرانکاری میکنید. چند کس رو بودید گپ زدید؟ ای سمی بسیار شوخ شده ای. مگر ما وقتی راهزنی داریم؟ کمی سین سالمون رفت. نه امانیده، اگر کمی ساله که شما رفته باشد من روز به خونه پیرانسالها برم. تو هم بسیار خوب مینمایی. باز هم زیباتر شده ای. تشکر زیاد. زیباتر شده است تو؟ کمی بی‌وفا شده است.
قریب چند سال می شود که زنگ نزده است. این را بینا گویا که تو زنگ زده پرسیدی. خوبیا که یادت کردم. ایناش باز کیست؟ باید حتما اسکندر را پیدا کنم و فهمم که با کدام مقصد آنها والدان من را به قتل رسانیدند. توجیک کینو تقدیم میکند اکنون جدیدترین خبر در سینمای توجیک. فیلم هنری فروخ جلال‌الدین، چهره های شناخته. اولین بار در سینمای توجیک. فروخ جلال‌الدین، احمد دانش، شان امسی، ماستر آسیا، خورشید طالبوف، لی W7. الو اسکندر ناشنو من همون بهادری عجله. پسر بچه‌ای که 18 سال کشنده پدر خود را میکرد در ادامه فیلم هنری قصاص معلوم خواهد کرد. فیلمی که در ژانرهای تریلر جنگی، جستجویی و تخیلی ساخته شده است نگاه شما را به عالم خود گراینده می‌سازد. روزهای نزدیک در تمام نقطه‌های فتح فروشی. عبدالامور اکنون نوبت کی باشد؟ اسکندر یا مرا یک طرف بذارید. در اصل از تو چی خبره؟ فاتحه شده ای؟ زود خبر رو دادم گویا. این رو باید نمیگفتن مگر؟ چه خیل عشق کارش رو کرد؟ باورم نمیآید. من در حیرتم. تو و دامولای مسجد چشمونم باور نمیکند. این چی خیل خبره؟ نامش رو گیر و گوشش رو کش. بیا زیا جان با دوستم شناس کنم تو رو. سمی شفر شونده هم زیا. ممنون. من هم زیا جان لبای جانم باز به نماز دیر نمونی. بعدن آمده خوبتر با این کس شناس میشوی. بله ما بعدن بخورده شناس میشم. خداحافظ. تا بازدید جانم. زهرا لبای با این دختر نگر حالا هم خراب است. در روزی قوق سمی شوخی نکن. توبه لیکن در دهانی در استادیم. بیایید در اومده یگان چیزی گرم خوریم و گرم شویم. شوخی ها رو بینیده هممون رو سرمون میزنند. دامولا صحبت کنیم. این چه خیل شد که شد. زورو جون او در مکتب بسیار هم زیبا بود. حالا باشد گویا تغییری افته است. عوض شده است. خدا به خواستش نصیب کنه سرین جون. اون وقت تو با او بسیار مشغول بودی. بعضا یک جای هم میگشتی. سرستا نگوی سرین جون. چه خیلی میگشتیم. تنها یک برکه قهوه نوشیدیم بود تمام. اون وقت هم کده بودیم. بیا به خانه درویم. رفتیم. خدایا این دختر در حقیقت مرا دیوانه میکند. تو فاتحه شده یا خیر؟ مگر فاتحه شده دیگر مرد رو این خیلی آغوش میکند؟ ای خدایا آخر خیشش باشه. وقتی گپ زدن مرا شناس نکرد. خیر سمی تقویش باشد میلش، لیکن این خیلی نیست آخر. چی شدن؟ سرم ویران شد. در راه خود به خود گپ زده ایستادم. رفتیم. زود رفتم در کار که با نماز دیر میمانم. استیپلی را بینه یک قوازی کلان شکاف میکنه. ای طرف میزنه ای طرف میبره. خو طرفش ما دیگین خطای لوند. بسم الله الرحمن الرحیم. لبای سردار از تعقیبات کارهای شفقت دیگون چیز برام سردارم خواطر نشوید. من از خفای آن کار هستم. خدا خواهد نصیب در روزهای نزدیک یگان معلومات پیدا میکنم. باید تیزتر کار کنیم لوند. باید تیزتر کار کنیم. سردارم خیلی چیکار کردید؟ با زاغ سیاه روبرو شدم اما او رو از دست دادم. سردارم چی گفتن تو رو میدونید؟ یعقوب بار شما زاغ سیاه گفتید. خیر گفتم بچی. آخر شما فقط کلتکلس میگفتید. کلتکلس. یعقوب بار زاغ سیاه گفتید. و فکرم شما هم فهمیدید که آنها آدمانی گوناگونند. ها همه چیز شدنش ممکن. از کلتکلس همه چیز رو انتظار شدن ممکن.
مردنش هم ممکن، زنده بودنش هم. لیکن هم مرده و هم زنده بودن نمیتواند ها سردار. چه علاقه داره ده بچه؟ یعنی یک چیز در یک وقت دو چیزی گوناگون شده نمیتواند میگویم. یعنی اشین که یکی اشیا کلتکلس است یا که ذوق سیاس میگویم. چه علاقه دارد؟ مگر هر دوش یک کس است؟ مرا دیوانه نکن. خیلی سردارم، من هم همین رو میگویم. چه علاقه دارد؟ من رفته از قفای کوری شوکت شوم، شاید یگان چیز به دست میارم. مالش دقت کن ولی خودت رو معلوم نکن. خاطر نشوید سردارم، در روی برای شما لوینت است، یک پلیسی پروفسیونال. وقتی که من کار میکنم از دهن بعضی سردار آب میریزد. فخر کردن رو بین، سرت من کیتمال. ای بفهم، بیاب. حاضر چون پریده میزنم که همه جا پر از تمام میشود. سردارم دویم گپی بلند پس میزنی، یک بار یگان گپی خوب بزنی که ما هوسمند شویم. این گپات از روی آدمگری نیست. اکیونه زود از پس کارت شو، زود. خیلی بیس ببینیم. ای خدا، ای خدا، کارمان به این دیوانه افتید. همش از پس تو، از کلتکلس، از پس تو. دومولو لابد سلام، لطفاً مرا خطا نفهمید. من جوگی نیستم دومولو. استغفرالله آپاجون. لیکن کودکانم را در خانه محکم کرده اومدم. در خانه هم یگون خوراک نمانده از دومولو. چاره ندارم. بسیار شرم میکنم از گفتن این، اما التماس به من کمک رسانید. التماس. مایلش آپاجون، شما کم انتظار شوید، من میآیم. بله جماعت گرامی، امروزتان خوب شدنش ممکن، اما پگاه چی می شود نمیدونیم. برای همین دلمون رو کشاد گرفته، خصیصی نکرده کمک رسانیم. فراموش نکنید که گندم کاری گندم، جو کاری جو می دروی. هجری از آن همه که اینکدار هم گیر. مایلش استاد. دومولو من دی ندادم. اما یک بار دادم گفته دویم بار نمیدی. آخر مجبوری نیست. دلت چقدره که خواهدم قدر برآورده ده. همین تر نرفیق کن. دومولو مجبوری نیست میگویی بود. بله استاد کیسه اما که خلیل را هم کبم. نه لازم نیست هجری، همینش کفایه است. بله جماعت، من این کمک رو به صاحبش رسونم، بعد آماده نمازمون رو میگذاریم. خدا شما راضی باشد دومولوی خیر خواه. رحمت که کاری خیر کرده. حلالش باد، حلالش باد به خدا، حلالش باد. مرحمت ابا جون، این حال اینقدر. تشکری زیاد دومولو، خدا از شما راضی باشه. اگر دفعه دیگر باز بیاید با این حالتون یگون چاره میاندیشم. مایلش دومولو، خدا از شما راضی باشد. از شما هم. آقای پلیس، حالتون خوب است؟ شب بخیر. بخیر است. شما رو در اینجا زود میبینم. چی شد؟ با فکرم شما رو در این محله آقای پلیس و شسکوی موندن. چی ها؟ در اینجا من سوال میپرسم. من از سوال پرسیدن تو بسیار نفرت دارم. مرا ببخشید آقای پلیس، دیگر سوال نمیدیم. یک سوال مهم داشتم، پرسم، گفتم که خیلی نمیپرسم. مایلش میرم. مادامی که سوالت مهم باشد، خیلی شرم نداشته بپرس. با خدا ناحرمتی میشود. من با شما زید شدن نمیخواهم. بگذارم این سوال در دلم پوسیده رود. بسیار ناز نکن برادر، گپی زدی بپرس تا آخر گپ زن. یا توبه، چه خیلی من به گفته های شما زید میبرایم. شما یک کارگر کلان دولتی، نپرس گفتید نمیپرسم. التماس. گپی شما هم راست، لیکن برادر عزیز خیلی بپرس. آخی همون گپت بپرس گپ زنید. اگر دارم کشان نمیپرسم بخدا. ای بچه ما یگان عروس چینی که زورا نکدم. آقای پلیس، کمی پیش کسی که از من سوال پرسد نفرت دارم گفتید کو؟ ای برادر میدونی که پیش گفته که نفرت دارم. حاضر نفرت ندارم. سرما ویران نکن. بپرس چهره چی تو؟ دست حقزنی میلی سر بین. یک باری خیل میگه نمیپرسم. چی کار میکنی؟ اگر نپرسی حاضر در هر دست نقشی که میزنم میبرم در پدول زده دید بگم که با آتلا زور بشه. سر ویران نکی شوکت. مایلش آرام شو. میپرسم خرچ میخره سیب جرغات. به سوال دوم میگذاریم. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکلس را دادید. من با آنجا رفتم، هیچ کس نبود. چرا دروغ گفتید؟ جرغات. این سوال پیشینه بود. دومش را جواب ده. ای برادر تیز گپ نزن استاد پر. شما روزی گذشته با من سراغه خواهر کلتکلس را دادید. من با آنجا رفتم، هیچ کس نبود. زاغ سیاهی کس باشد مگر؟ این چرا با خانه رفت؟
در آخر اشاره یافتم. چوکر نیستی؟ سردارم بینید زاغ سیاه رو دستید کردم. بینید با شما زاغ سیاه رو آوردم. سیب سیاه. بگم دلیل داری؟ دلیل داری؟ مگر به دلیل آدم رو دستگیر میکنن؟ تو چه خیلی پلیس هستی؟ سردارم سیاه محله همیه بخدا دیگه سیاه‌تر شنه یافتم. دفشم بیعقل بیفهم. آقای پلیس بطری دلتون درباره من چیزهای بد گذرانده استین. اگر دیوال نباشه من اون طرف هم میبینم. میگم سوال اینو درست دادم؟ اگر سردارم میبود عجبا این مسئله رو از کدام جهت نظر میکرد. من برادر عین زمان کار کرده ایستادم. از همون سبب به سوال شما اهمیت نمیدهم. در کوچه نگن. رفته در خونتون خواب کن. اولالا ماما میا. این در خونه بیا. خونه رو چیکار میکنی؟ همین خیلی اومدم. اولالا ماما میا. این چی گفتی سر؟ دیونه است چه بچه؟ خدا بگیره چشمای چارکنجه بلاکت دارم. Добрый вечер, дорогой Борис. Добрый вечер. Как дела? Хорошо. من با تو چی گفتم ها؟ من گفتم تو با این آدم نزدیک نشو. اما داملا او دوستی نزدیک من است. من زد یسم دوستی نزدیکی تو رو. در مدت یک هفته پول را بیار. در یک هفته؟ یک هفته وقتی کم است. من از کجا مییابم اینقدر پول رو؟ هجری نخود در خونه خودو پاتینکا رو دوزدم. مؤسسه تعلیمی PM International داوطلبان را برای تحصیل در سال خوانش 2016-2017 و دانشگاه‌های پیشرفته جهان به مانند آمریکا، بریتانیای کبیر، آلمان، پولشا، مالایزیا، قبرس شمالی و دیگر کشورها دعوت می‌نماید. به دانشجویان تخفیف‌های مخصوص از 30 تا 100% پیشنهاد کرده می‌شوند. مؤسسه PM International همچنین بهره بلند برداشتن ملکه زباندانی، آموزش وسیع زبان‌های خارجی را از جانب آموزگاران پرتجربه خارجی و وطنی برآورده مانده است و خواهشمندان می‌توانند زبان‌های انگلیسی، خیتایی و روسی را در مدت کوتاه از خود نموده صاحب سرتیفیکات گردند. سراغ ما شهر دوشنبه، کوچه نصرت الله مخصوم 156، بینای تاج، آشیانه 3. رقم ها برای تماس 232 42 33 98 522 49 89. студияи ҷило тақдим мекунад клипи нави овозхони ҷавон умедбахш муҳаммад мирзоев. клипи навбатии ӯ бо номи ишқи ту боқист. андаруи ин клип меҳри самимӣ ба ишқу садоқат ба наздики клипи муҳаммад мирзоев бо номи ишқи ту боқист аз дуконҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. телефонҳо ба наздикӣ сарояндаи ҷавону хушсадо шӯҳрат рашидӣ. клипи мазкур зери унвони қиссаи ишқ ном гирифтааст. дар пешниҳоди таҷ прайд продакшн матни воло, садои ширин ва қиссаи пур аз меҳру муҳаббат. куҷо рафтӣ чиё кардӣ азизам. ба наздики клипи шӯҳрати рашидиро бо номи қиссаи ишқ аз дуконҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. تو رفتی داغ عشقت ما کی داند حال این دل رو. ба наздики клипи шӯҳрати рашидиро бо номи қиссаи ишқ аз дуконҳои фитафурӯшӣ пурсон шавед. шиёр ба 0023 ва 0024 занг занед. коди мусиқиро гирифта тугмаи даъватро пахш намоед. نازکات مرا دیوانه میکنه
آخر از تو مرا بگانه کنن گریه نکن گریه نکن تقدیرمون همین بودن این چه قسمت از وطن دور شدن پریشان خاطر بیا بیا کنم جان ما فدایت بیا بیا میمیرم از برایت بیا بیا بیبوسم خاکی پایت جان عزیزم چرا از من دوری میجویی؟ چرا عشقم را خار میکنی؟ آه خدایا 19 август хайр фалё дядя ما قطعی دوودم با 14 بپروا ما باید برم کلوب در چیو کیف کنم باید همیشه عزیزم عزیزی که ارزوی و هوسهایم زندگیم تو نه تنها عشق اولینی یک دلی به غم داشت و دلک ما پر غم کردی حیاتشی